منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بدر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بدر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز می‌خواهیم درباره یک مسئله خیلی مهم برای شما صحبت بکنیم، مسئله علم و طلب علم و عمل کردن به علمی که می‌آموزیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم مراتب علما و کسانی را که می‌دانند بالا برده و آنان را می‌ستاید. در سوره زمر آیه 9 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ فقط خردمندانند که پند می‌گیرند. مراد از خردمندان و کسانی که می‌دانند علما هستند. علما کسانی که علم دارند و الله سبحانه و تعالی را از روی علم و یقین می‌شناسند. و همچنین در سوره فاطر الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که انما یخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. جز نیست که از بندگان الله فقط عالمانند که از او می‌ترسند. بیگمان الله غالب و آمرزنده است. یعنی از الله سبحانه و تعالی فقط دانشوران و دانشمندان و کسانی که علم دارند و به اوصاف و به حقایق الله سبحانه و تعالی پی بردن از او میترسند و او را به درستی میپرستند و به او ایمان دارند. مراد از علم در این آیه کریمه علوم شرعی و علوم تجربی و علوم کونی است که مظاهر قدرت الله سبحانه و تعالی در زمین و آسمان ها می باشد. و مراد از علما نیز علمای دانا به شریعت الله سبحانه و تعالی و به علوم طبیعی و علوم زیستی و رازهای کائنات است. زیرا ترس و پروای کسی که این علوم و اسرار و معارف را در حالی که مؤمن است بداند بزرگتر از ترس دیگران از الله سبحانه و تعالی است. بدین جهت ما در عصر حاضر که عصر انکشاف علوم و معارف طبیعی است، دانشمندان بسیاری را که در عرصه این علوم تبحر دارند مشاهده می کنیم که به سوی دین الله سبحانه و تعالی ایمان می آورند. حتی در جوامع غربی و در جوامعی که عموما در آنجا انکار الله سبحانه و تعالی صورت می‌گیرد می‌بینیم که علما و دانشمندانی که در مراتب بالای علمی قرار دارند وقتی که یکی از حقایق علمی را کشف می‌کنند بی اختیار می‌گویند که در پشت سر این اسرار، در پشت سر این عظمت‌ها و بزرگی‌ها خالق و پروردگار بزرگی است که آن را اداره می‌کند و آن را آفریده است. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در تفسیر و شرح این آیات می‌فرماید که عالم به الله سبحانه و تعالی کسی است که چیزی را با او شریک نیارد، حلال او را حلال و حرام او را حرام بشناسد، سفارش‌های وی را رعایت کند و یقین داشته باشد که با پروردگار خود دیدار کرده و در قبال عمل خیش مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. حسن بصری رحمت الله علیه فرموده است که عالم کسی است که از پروردگار رحمان و رحیم غائبانه بترسد و به اموری راغب و مائل باشد که
الله سبحانه و تعالی به آن امر کرده است و از اموری که الله سبحانه و تعالی از آن باز داشته است و منع کرده است به آن امور نزدیک نشود. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که ترس از الله سبحانه و تعالی عبارت است از آن چیزی که میان تو و نافرمانی وی حائل می باشد. و امام مالک رحمت الله علیه می‌فرماید که علم به بسیاری روایت نیست، بلکه علم نوری است که الله سبحانه و تعالی آن را در قلب انسان قرار می‌دهد. سفیان ثوری رحمت الله علیه می‌فرماید که نیاکان یا نیکان ما میگویند که علما سه دستند: عالمی است که به الله و به امر وی داناست، عالمی است که به الله که به امر وی دانا نیست، و عالمی است که به الله و به خود الله هم دانا نیست. اما عالم به الله و به امر وی کسی است که از الله عزوجل میترسد و حدود و فرائض وی را میداند. و عالم به الله که به امر وی دانا نیست، عالمی است که از الله عزوجل میترسد ولی حدود و فرایض وی را نمیداند. و عالم به امر الله که به خود الله دانا نیست، کسی است که حدود و فرایض را میداند اما از الله عزوجل نمیترسد. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره نساء 59 می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای انسان ها، ای مسلمان ها، از الله سبحانه و تعالی و از پیامبرش و اولو الامر اطاعت بکنید، که علما در تفسیر این آیت میگویند که اولو الامر کسانی هستند که حکام و فرمانروایان مسلمان ها و علمایی که الله سبحانه و تعالی آنها را برای نشر دین و تبلیغ دین خود در بین مسلمان ها توفیق داده است. شنوندگان عزیز و گرامی و بینندگان محترم، الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 18 می‌فرماید که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. گواهی داد الله، یعنی بیان کرد و اعلان داشت و آگاهی داد به آیات تکوینی و تشریعی و حجتهای روشن خود که جز او هیچ معبودی نیست. پس حق تعالی با آنچه که بیان کرد و آنچه که آفرید ما را به سوی وحدانیت خیش هدایت می کند. و فرشتگان نیز گواهی میدن که گواهی آنها هم اقرار به وحدانیت و حقانیت الله سبحانه و تعالی. و صاحبان دانش یعنی علما، آنها نیز گواهی میدهند. گواهی آنها به معنی ایمانشان به وحدانیت الله سبحانه و تعالی است. اینا همه گواهی میدن که پروردگاری غیر از الله سبحانه و تعالی در آسمان ها و زمین وجود ندارد. و این پروردگاری است که حقیقت آسمان ها و زمین و خلقت و پیدایش و رزق و روزی و همه آنچه در آسمان ها و زمین هست به او برمیگردد و او سبحانه و تعالی خالق همه آنهاست. برادران و خواهران مسلمان، بخاری و مسلم از سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث شریف فرمودند که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. کسی که الله سبحانه و تعالی برای او خیری بخواهد در دین دانایش میکند یا او را فقیه و دانشمند در امور دین میگرداند. ابن منیر رحمت الله علیه همچنان که ابن حجر از او نقل میکند میفرماید که کسی که الله سبحانه و تعالی در دین دانایش نکند برایش خیری نخواسته است. و ابو دردا رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنند که فرمودند فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
برتری عالم یا عالم نسبت به عابد همانند برتری ماه شب 14 بر سایر ستارگان است. علما وارث پیامبرانند و پیامبران دینار و درهمی را از خود به ارث نگذاشتند، تنها چیزی که از خود به ارث میگذارند علم است. پس کسی که آن را به چنگ آورد یا آن را به دست آورد بهره فراوانی در دنیا برده است. و جمله عقاید ما مسلمانان این است که شیخ عبدالرحمن بن سعدی رحمت الله علیه می‌فرماید که پرستش الله به وسیله احترام علماست. یعنی ما مسلمانان با احترام و بزرگداشت به علما به الله عزوجل تقرب می‌جوییم. یک حدیث خیلی جالب و زیبایی است از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در سنن ابی داود روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث شریف می‌فرمایند که من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا من طرق الجنه و ان الملائکه لتزع اجنحتها رضا لطالب العلم و ان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث شریف می‌فرمایند که کسی که راهی را برای پیمودن انتخاب کرد که در آن طلب علم بکند، الله سبحانه و تعالی برایش راهی را به سوی بهشت آسان می کند و همانا فرشتگان به واسطه رضایتی که از کارشان دارند بالهای خود را برای طالب علم می گسترانند و همه کسانی که در زمین و آسمان هند حتی مایه ها در آب برای عالم طلب آمرزش می کنند و فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت ماه شب 14 بر دیگر ستارگان است. همچنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه می‌فرمایند که یک عالم برتر است از روزدار شب و مجاهد و با مرگ یک عالم در اسلام شکافی می‌افتد که جز با جانشینی از وی پر نمی‌گردد. هیچ از غرور خودپسندی نمی‌باشد که الله عزوجل در لوح محفوظ نگاشته است که نابودی این دنیا و ویرانی آن بستگی به مرگ علما دارد. در پایان یک حدیث دیگری را در فضل طلب علم برای شما بینندگان عزیز و گرامی بیان می کنم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی شریف که بخاری روایت کرده است می فرمایند که ان الله لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فذلوا وأذلوا. الله علم را از سینه بندگان خود محو نمی کند بلکه با وفات علما آن را از بین میبرد و وقتی که علما از بین رفتن مردم جاهلان را رهبر خود قرار میدن و مسائل خود را از آنها میپرسند. رهبرانشان نیز از روی جهالت فتوا میدن. همین است که خود گمراه میشوند و دیگران را نیز گمراه میکنند. پس بینندگان عزیز و گرامی، خاصتا جوانان و حتی پیران در هر سن سالی که هستیم باید در طلب علم کوتاهی نکنیم، زیرا طلب علم فرض است برای هر مرد و زن مسلمان. اگر می‌خواهیم الله سبحانه و تعالی را بهتر بشناسیم، اگر می‌خواهیم ایمانمان قوی تر شود، باید علم داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی به همه ما شما توفیق به دست آوردن علمی که در آن فلاح و رستگاری دنیا و آخرت ما نهفته باشد نصیب نماید. در پناه حفظ او تعالی باشید. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر
بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت.